میگه چو دل بندی در این دنیایی که 5 روز مهمانی، چون ناگاه مرگت آید آنگاه تو پشیمانی. نیاری یادی آن روزی که تو را در گور فرو دارند، عزیزان جمله باز آیند و تو تنها در لحد مانی. کمی اندیشه کن بینگر دنیا را وفایی نیست، کجا رفتن یارانی که بودن مونس و جانی. مکن غفلت بکن گریه و زاری، نصیحت میکنم بشنو اگر مرد و زنی مسلمانی. روز که در گور میمونن اینا بچه‌هاش 5 بچه‌اش دیگه واسهاش نول چون فوک صدا فوکی همه مونده بود یو فهمی را دو یک شوقتیش نمیستن. صندوق خیریت های صندوق بدیوت از میریم خوری تبارک میخونم میریم همه در همونجا پشت زندگی خودش توقع خیر ایستونات میگه گریه که غفلت نکرد نمازه بامداد بیو 5 وقت نمازه با جماعت کرد با همسایت تعریف باشی اشتی کرد با اکا و دادر تعریف باشی دوست صبره بگو ای کلانتر بخشیش ای خرداور لغزیش ببخش بگو دادری دنیای چی نیست. اکا امیرجان صاحب 5 بچه بود، صاحب 5 مغازه و مال و ثروت بودم. برم ما و تو که میریم بیا دادر یکی حضرت عزرائیل اومد جون ما خلق کرد یکی ما خفه نباشی که بعد چی جواب من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جماعت المسلمین. امروز ما با چشم سر شاهد جنازه اکای امیرجان ابن جمعه که خدا رحمتش کنه الحمدلله اینقدر انسان تند بود گیزاله بود در مقابل کسی که بر اسلام مقابل میشید یا که خلاف شریعت میشید قهرش میکرد. یک چیزی هم دید که خلاف شریعت هم آدم جوش نمیکنه خیلی درست نیست. خدا رحمتش کنه امروز ای دنیا رفت. اون روز در صفحه ترمایسان اکای پلوان گور کردیم در جنازش خدا رحمتی یا فعل داشت همه جنازه با همون چیزش میرفت خیلی اسکرش میرفت میومد این پیش درد فقط جنازه که من امر معلوم میکردم الان پیش درد میستود بیرون در تو صفحه ترمایسان لگه جایی میشید میرفت. اینقدر مخلص بود. یک فعل دیگه همین بود که هر جمعه بعد از جمعه ملو را مستفیدار استفاده خونش در فیرود میکرد میشیش قدشون چی میکرد بسیار وقت که بعد مرا نمیرفتم میگو که چی با نمیوی بیا بشینیم. حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که هر جمعه رسول خدا خیر احسان میکرد بعد نماز جمعه میکرد اکای امیرجان هم سنت زنده میکرد همه وقت داشت. 5 بچه 6 بچه را الحمدلله در جامعه تربیت همش نماز خونه یک شمی مقتدی مو خدا برکت حاجی شریف اینقدر خدمتی در همین مسجد کرده الحمدلله. همین چیزی که در مسجد پیشرفتی میبینید همه وقت سمش گذاشتگی ان شاء الله ثوابش ثمرش همش در اکای امیرجان رفتگیه. بعد در جنازه اکای پهلوان سینیش گفتم ما در ماشینیم در گفتم کلی اسکا تبیو در ماشینیم ما پشتش در پرتو بشی باشین قدی برمیت گفت نه من میرم گفت. همین جمعه دینا امروز شنیدیم که گذشت همین جمعه در پیش در با جنازش زیارت کردیم سلام علیکم خیلی گپ زد خدا رحمتش کنه ربوبی که شاعر میگه اسرار ازل نه تو دانی نه من این حرف معما را نه تو خوانی نه من هست گفتگوی ما و تو از پشت پرده گر پرده برفتد نه تو مانی من یک دیگر را قرشه بدونید یک دیگر را احسان کنید. جناب علی فقط میگه اتفاق بشین مهربون شین. برای چی؟ برای نمیار اکای امیرجان دین دیدی امروز نیست. کینه و کبر نکنید بخیلی نکنید. یک کس عزت داده یک کس مال داده ماشاءالله مبارک شما بگو. امروز هست فردا نمیویش. یکی مردم ها شیخ حرام بگه که لا راحت فی الدنیا لا سلامت من الکلام الناس. میگه در این دنیا راحت نیست سلامت از کلمه مردم از غیبت و تهمت مردم نیست. لا سلامت من کلام الناس سلامت نیست. هر پشت تهمت میکنن غیبت میکنن گپ میزنن. در دنیا راحت نیست. لا راحت فی دنیا. این دنیا یه روز غمه یه روز درد یه روز کسلی یه روز سوزی. بچه میگه ولا نجات من الموت از مرگ نجات نمیوی یه روز مرگ میوی سرا. چرا که الله سبحانه و تعالی در سوره جمعه میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظیم. ای پیغمبر ای محبوب من بگو که هر کسی که از مرگ فرار میکنه اون مرگ حتما سراغش میه. فانه ملاقيكم
ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده. پس او را میبره پیش عالم غیب که الله هست، پیش او میبره فینبئکم بما کنتم تعملون. پس عملاشم میگه نشان میده. نگاه که عملاته در حدیث میگه که وقتی که انسان میمیره در قبر میموننش، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الموت کاس كل نفس شاربها والقبر باب كل ناس داخلها. او کما قال مرگ مانند یه لیوان آب، هممون میچشیم. امروز که اکای امیر جون شوید، اکای پهلوان چشید، اون روز جنازه یک اکای امام علی را زنش گذشت، او چای فرود. هر روز جنازه ده مرگ یه روز ما و شما میچشیم. چخیلی امروز ما از درو اومدم تشنه بودم چای خوردم، مرگ میخلم میچشیم. قبر یک دروازه‌ای که هممون داخل میشیم، ولی او قبر آباد کردن در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش میگه که قبر از دو حالت خالی نیست، یکی از آتش دوزخ، یکی از باغ جنت. فقط دعا میکرد اللهم اجعل قبره روضة من ریاض الجنه فلا تجعل حفرة من حفر النار. او کما قال هر جنازه میرفت میگه خدایا جنازه امی اکی امیر جون قبرش از باغ جنت بگردون، خدایا آتش دوزخ مگردون. آمین بگین. حضرت عثمان امیرالمومنین اینقدر میگه با خیر صداقه بود، اینقدر خیر احسان که بشارت جنت داده بود رسول خدا. عثمان غنی، عثمان ذی‌النورین لقبش داده بود. بازم وقتی که یک صحابه را در قبر گور کردن، حضرت بهوش شد. وقتی او شبیدن خیزان شد حضرت در موعظه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم می نشستی، از دوزخ و جنت نقل میکرد، بهوش نمیشی. چرا امروز بهوش شدی؟ میگه گفت که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فهمیدم که قبر از دو حالت خالی نیست، یکی از آتش دوزخ، یکی از گندارهای دوزخ، یکی از باغ جنت. آیا انسان اولین مرحلهش انمی این چیه؟ خانه اصلیش انمی. اگر همین مرحله را گذشت انشاءالله نجات یافتگی. بعد فرمود ان اول منزل من منازل آخره قبر. هذا القبر گو از اولین منزل آخرت انمی قبر. فاین نجا منه و اما یسیر منه. اگر نجات یافتی از زمین آخر آسان شد. فلم نجا منه اگر از این نجات نیافتی و اما اشد منه از این سخت‌تر بعد دیگه تا برزخ تا قیامت. وقتی انسان در قبر میمونن اگر همینجا نجات یافتی آسان میشه و اوسنش انشالله جنت میشه. خدای تعالی همینجا یک در جنت هی میگه ببین میگه بگرد. لیکن خدای نکرده اگر اینجا نجات نیافتی آتش دوزخ شد اوسنش سخت‌تر میشه. و همین خاطر شیخ ارم میگه آدمی عاقل کیه؟ میگه عقل الناس، عاقل ترین افضل ترین با تدبر و تفکر میکردگی انسان کی است؟ من ترک دنیا قبل ان تترکه، کسی که دنیا را ترک میکنه قبل از اون که ترکش کنه. یعنی چخیل ترک میکنه؟ میدونه که ارجو میریم، اوتام رفت، بابام رفت، مامام رفت. میگه آدمی عاقل قبرش آباد میکنه. و انار قبره قبل ان یسکنه او کما قال. میگه قبرش میسازه بنا میکنه قبل از اون که در اون قبر داخل شود، قبل از اون که سکونت با روزه و نماز، با ذکر اذکار، با نمازهای بامداد، با نمازهای خفتن. قبر تاریکه، قبر سه بار فیران میکده. ان قبر ظلمات یا ابن آدم، ان قبر ظلمات، ما قبر تاریکم. اون را روشن کن. چقدر نمازی بامداد، نمازی خفتن، دو تا نمازی تاریک داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد این نماز گفت بشر الذین یمشون فی الظلم الی مساجد بنور تامة یوم القیامه او کما قال. دو نمازی که ما بشارت میتونم شما را هر کسی که امیر اگر خواند ان شاء الله نجات مییابد، تاریکی ها دور میشه، روشن میشه. یکی نماز بامداد، یکی نماز خفتن. بر وقت بیاین، بر وقت نماز خفتن در تاریکی ها بیاین، ان شاء الله قبرتون چی میشه؟ نجات مییابید. یا ابن آدم گفت ان بیتون دود، ما خانه پر از مار کژدم. یا ابن آدم ان بیتون وحشه، ای فرزند آدم ما خانه وحشتم. ان بیتون خراب، ما خانه خرابم. بیار صدقه و روزی خیر احسان بیار که جلا آباد که هر عملی کردی در اونجا میبینی. میگه نمیترسی از رای دور، نمیترسی از تیگور، نمیترسی روزی شوی مامگاهی مار و لانه مور، نمیترسی روز میمونند. بس کنین غیبت و تهمت دزدی و غریره، بس کنین کار خیره، بعد کاری خیر چنگ بزنین، کاری که پیش اختم بفرستین.
و ما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوا عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. کسی پیش خودش خیر میفرسته او را میوه خدا رحمتی. یک فعل حضرت ابراهیم داشت. ابراهیم خلیل میگفتن، یکی محبوب خدا، حبیب خدا، دوست خدا. انمی اکه امیر جان همین فعل داشت. او را چی با لقب خلیل موندن حضرت ابراهیم علیه السلام؟ طاقه اوقات نمیخورد، فیرود میکرد. رو پارش خونه اکه کیه؟ عبدالرحیم اکه بیگ نظره فیرود میکرده. بچه میفته برای بگوی بیا اینجا بشنیم شکرو کردیم، بشنیم قروتو کردیم. نماز جمعه 6 مسفده میگیره بیا. امروز مرا در کامنتو مینویسن مولای صاحب یک بچه ما قدیم دیگه جدا کرده، یک بچه ما قاریه، اکه ما قاریه، دودارم قاریه. این دنیای چه ارزش نداره در دنیای 50 60 سال. این خیلی اکه کی 75 73 دگذره این کم میشه و ایتالی دیگه. امت ما رسول خدا گفت 50 60 زیاد نمیره. در عمر کتاب بخیلی و دشمنی نکنین، اکا و دوداری خش تابور کنین. در مورد یک کسی که پدر و مادرش در پیری میوه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اگر هم پدر و مادر در پیری بیوه بعد خدمت نکنه، میگه بوی جنت نمیبینه. میگه هر روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چهره مبارکش طرف صحابه کرام رضی الله تعالی اجمعین کرد. از اثر چهرهش معلوم شد که خیلی ناراحته. هم خیلی نگاه کرد و گفت رغم انفو ثم رغم انفو. گفت بینیش در خاک مالیده بود، بی حالات بودم آدم. صحابه میگه لرزیدن، نگاه کردن، میگه تعجب کردن کی را میگفته باشه که حالات بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت الذی من ادرک ابوین عند الکبر او احدهما او کلاهما لم يدخل الجنه او کما قال. گفت کسی پدر مادرش در پیری میوه خدمت پدر مادرش نمیکنه بوی جنت نمیبینه، یا یک تاشا بیوه یا هر دوشه. امروز پدر و مادر، روز حدیث بود کسی در مسجد بود خوندم، کسی که پدر و مادر داره در خونش پیر، کسی کودک معده داره، چه دختر باشه چه بچه، او خونه در رحمت خدای، او خونه در رزق روزی ریختگیه، او خونه در بلا و مصیبت دوره. بزرگای دین نه تعریف میکنن که برکت ما این همین پدر ما، برکت ما این همین مادر ما. بعدی که پدر رفت، بعدی که مادر رفت، سرپوشه دیگ میروه دیگه، تمام برکت میروه. نباید تو بزخی، نباید تو چکنی. یک آدم پدر مادرش مرد، بعد پدرش از زن دو زنش رفت، دیم زندم زن دیم شم رفت. و یک عالم خونش آمد گفت پدرتون که مادرتون مرد ای بی زنکا چی که برفتن؟ پدرتون از زن گفت نه ایستادن. دیگه گفت نگیر زن. گفت گوش که برادر، این عالم سنی همون پسری همون پدر گفت، پدر تا گفت اگر هر روز شطور بکشی، هر روز گفت نوش نعمت در پیش بیاری، نکی زنش نتی هیچی نیسته. زنش بوده که شوقتش گپ زنه، زنش بوده که جانش که برآمد معناش بنده ببروه بگه که بچه‌می اوتت گذشت. زنش بوده که مردک در توقگی همتون میرین در پیش زناتون و دخترات، شوهاتون در پیش شوهات، دخترات در پیش شوهاتون. این مردکش تو قید ایجا این شب تو روز اولایی میگه، تو روز گریه میکنن، تو روز کسی نیست که در برش بشینه. آدم با آدم زنده کی چه رفته بچه‌هاش بعد جایی را خالی میبینن، بعد میبینن که یا کاش میگه در همون کلی اسکرش بدوم تا میگشت. کسلی نکشید که زیارتش بیان، کسلی نکشید که خدمتش کنن. یک دفعه رفت میگه چو دل بندی در این دنیایی که 5 روز مهمانی، چون ناگاه مرگت آید آنگاه تو پشیمانی. نیاری یادی آن روزی که تو را در گر فرو دارن، عزیزان جمله باز آیند و تو تنها در لحد مانی. کمی اندیشه کن بینگر دنیا را وفایی نیست، کجا رفتن یارانی که بودن مونس و جانی. مکن غفلت بکن گریه و زاری، نصیحت میکنم بشنو اگر مرد و زنی مسلمانی. روز که در گور میمونن اینا بچه‌هاش 5 بچه‌اش دیگه واسهاش نول چون فوکس در فوکی همه مونده بود، یو فهمی را دو یک شوقتیش نمیستن. صندوق خیریت، صندوق بدیوت. از میریم قریه تبارک میخونم، میریم همه در همونجا واپس زندگی خودش توقع خیر استونات. میگه گریه که غفلت نکن، نماز بامداد بیو 5 وقت نماز با جماعت کرد، با همسایت تعریف باشی آشتی کرد، با اکا و دادر تعریف باشی دو صبره بگو ای کلانتر بخشیش، ای خرداور لغزیش ببخش بگو دادر. دنیای چی نیست. اکا امیرجان صاحب 5 بچه بود، صاحب 5 مغازه و مال و ثروت بودم، برفت ما تو که میریم بیا دادر. یکی حضرت عزرائیل اومد جون ما قبض کرد،
یکی ای من خفه نباشی که باید چی جواب بدم. برین صلاح شرط جنازه رو ما چند بارم یکم میان درخش دو میکنیم بعد ای میریم همسایه قدیق چابخشا ببخش میگیم معاف کن دودار اکا خشتباری که یک روز که حضرت عزرائیل اومد گفت رفتیم که از هیچ که قرضدار نباشی از هیچ که از خفه نباشه ان شاء الله دل هیچ که نشکسته باشی مستقیم جنت میره. برادران خیر ان شاء الله که دوملا جنازه رو میخونه یا اینا استاد دوملا در بنده بین خدا و بنده حق. اگر بین خدا و بنده چیه نماز روزه حج نه که الله کریمه یک بار میگفته استغفر الله العظیم توبه کرده میگفته نماز میخونده همون گناهی که دیگه تبدیل به حسنات میکرده میبخشیده. یک خداوند با همین بزرگیش حق بنده را بخشیده نمیتونه. یکی همین جون یگان کس قرض گرفته باشه یا که یگان معامله کرده باشه یا که گفته نمیشه یک کس پول داده باشه یا پول داده باشه ان شاء الله اگر به حجت بیاینه بچه‌اش به کار میگیرن ان شاء الله. یکی ان شاء الله یک مرد که بود که خیرش هم وقت بود هیچ کس چی نبود. با خاطر چی میگم هیچ که قرضدار نبود هیچ کس چی نبود همه را در روش گپ میزد هیچ که متهم نبود. نمیگفت که تو کی خلاف شریعت میدیدی میگفتم خلی کرد. این آدم ان شاء الله دعا کنه خدا صفحش نیک بده قبلش از باب جنت بگردونه. خدای سوال اولش شب اولش سوال منکر نکشه آسان بگردونه. خدای تعالی چند ماه پیش همسر عزیز گذشت. خدای میشه افطار قطعی همسرش کنه روز محشر نامه ماشونو به دست یارو شاتو کنه و دستی کمشیر شب بگیره و خندان داخل جنت فردوس. کسی در جنازه امیر جان مالی معنوی فکری جسمی خدمت کرده خدا پدر مادر زنده باشه سایبانی سرش بگرده. اگر گذشته باشه غریق رحمت شایسته جنت. خداوند باقی مانده ما را همین جماعت خدای تعالی هر وقتی که جنازه مون برداشتی ایمو راضی باش. هر وقتی که در محضرت حاضر شدیم شرمنده و روسیانه باشیم. مستقیم جنت بریم. خدا عاقبت کار ما را به خیر بگردون. اللهم انی اسالک الحسن الخاتمه. خدا عاقبت ما را خاتمه ما را خوب بگردون. باز هم همین دعا را میکنیم و جنازه را میخونیم. اللهم اجعل قبره روضة من ریاض الجنه فلا تجعل حفرة من حفر النار. خدای قبرش از باغ جنت بگردان از آتش دوزخ مگردان. آمین و رب العالمین.